Обе стороны уделили приоритетное внимание взаимодействию в сфере трудовой. چون علنا هر دو جانب به همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی افضلیت مخصوص دادند. آن پیش از همه به تنظیم انبوه مهاجرت میان کشورهایمان، بهتر نمودن شرایط اقامت و کار مهاجران مهنتی تاجیک و اعضای عائله آنها در قلمرو روسیه نگرانده شده است. با شرافت کوشش های مشترک ما در حل مسئله های مبرم در این ساحه به طور نظرافت پیشرفت کردیم. مورد ذکر است که سالهای آخر شماره مهاجران مهنتی تاجیک که به فدراسیون روسیه سفر میکنند تمایل کمشوی دارد. همین طور سال گذشته با مقصد فعالیت مهنتی تقریبا 480,000 شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. این شماره 50% کمتر از دوره اوج این روند سالهای اول 10 ساله روان است که تا 1 میلیون مهاجر مهنتی ما به فدراسیون روسیه رفتند. با وجود این در این سمت هنوز مسئله های کشاده باقی میمانند که توجه ما را تقاضا دارند. Тем не менее, на этом направлении все еще остаются открытыми вопросы, требующие нашего внимания.